به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و نوستالژی شروع میکنیم که حتما همه شما کارتون یا فیلم این کتاب رو دیدین. کتاب شاهزاده و گدا، اثر مارک تواین، ترجمه محسن سلیمانی. چاپ 13 این کتاب در اختیار من هستش که در سال 1399 توسط نشر افق در تهران چاپ شده. ابتدا درباره نویسنده چند صفحه‌ای رو گفته و سپس فصل‌های کتاب آغاز شده. در ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس با هم کتاب رو شروع میکنم. با من همراه باشید. مارک تواین در کودکی ترک تحصیل کرد و با ماجراجویی وارد شغل‌های گوناگونی چون حروفچینی، کارگری، کشتیرانی و کار در معادن و جستجوی طلا شد. او سرانجام با آموخته‌ها، سفرها و قلم آتشینش به شهرتی جهانی رسید. تام، گدازاده‌ای که با شاهزاده ادوارد در یک روز به دنیا آمده است، روزی به دعوت ادوارد به قصر می رود و به خواست شاهزاده لباسش را با او عوض می کند. این جا به جایی آغاز ماجراهای عجیب و خواندنی است. درباره نویسنده ساموئل لاکهورن کلمنز، نویسنده امریکایی که بعدها اسم مستعار مارک تواین را برای خود انتخاب کرد. در سال 1835 در خانواده تهیدست به دنیا آمد. پدر و مادرش به امید کسب ثروت از جای دیگری به امریکا مهاجرت کرده بودند، ولی هرگز به آرزوی خود نرسیدند. ساموئل پدرش را در 8 سالگی از دست داد و برای اداره خانواده ناچار ترک تحصیل کرد. نخست حروفچین شد، اما روحیه حادثه‌جوی او باعث شد که وارد حرفه کشتیرانی شود. این شد که در بسیاری از شهرهای ساحلی رودخانه میسیسیپی رفت و آمد کرد. پس از مدتی در جستجوی طلا از معادن نوادا سر درآورد، اما موفق نشد و دوباره به کارگری و نوشتن مقاله‌های کوتاه و داستان‌های فکاهی مشغول شد و با سفرهایی که رفت و قلم تند و آتشینی که داشت به شهرتی جهانی رسید. مارک تواین در سال 1870 زندگی آرام و مجللی در امریکا برای خود مهیا کرد و سرانجام در سال 1910 یعنی 75 سالگی درگذشت. داستان‌های او بسیار زیادند و از آن همه میتوان از شاهزاده و گدا، هاکلبری فین و تام سایر نام برد. فصل اول. تولد شاهزاده و گدا. در ربع دوم قرن 16 میلادی، در یکی از روزهای پاییزی، در خانواده فقیری به نام کانتی در لندن پسری پا به جهان گذاشت که خانواده‌اش نمی‌خواستند به دنیا بیاید. اما در همان روز در خانواده پادشاه انگلستان هنری هشتم پسری به دنیا آمد که نه تنها خانواده‌اش بلکه همه مردم انگلستان منتظر به دنیا آمدنش بودند. به همین دلیل همه خدا را شکر کردند و چند شبانه روز جشن گرفتند و پایکوبی کردند. آن روز همه درباره به دنیا آمدن ادوارد تئودور شاهزاده ولز حرف می‌زدند و شاهزاده در پارچه‌های ابریشم و اطلسی در خواب ناز بود، اما کسی از به دنیا آمدن کودک دیگر یعنی تام کانتی که لای پارچه‌های کهنه و پاره پوره خوابیده بود حرف نمی‌زد. فصل دوم. دوران کودکی تام. در آن موقع 1500 سال از بنای شهر لندن می‌گذشت و لندن بین 100 تا 200 هزار نفر جمعیت داشت. خیابان‌ها، مخصوصاً جایی که تام زندگی می‌کرد، تنگ و کج و معوج و کثیف و خانه‌های آن قسمت چوبی بود. خانه تام در بالای محله پرت و کثیفی به نام اوفال کورت در نزدیکی پل لندن بریج بود. خانه مخروبه و فکسنی و پر از خانواده‌های بدبخت بود. آنها در طبقه سوم
سوم یک اتاق داشتند. پدر مادر تام در گوشه‌ای روی چیزی شبیه تخت خواب می‌خوابیدند، اما تام، مادر بزرگ و دو خواهرش پت و نان جایشان کف اتاق بود. پت و نان دوقلو بودند و 15 سالشان بود. آنها دخترانی خوشقلب اما بسیار نادان بودند. مادرشان هم مثل آنها بود، ولی مادر بزرگ و پدرشان هر دو بدجنس بودند. جان کانتی دزد بود و زنش گدا. آنها بچه‌هایشان را گدا بار آورده بودند، اما نتوانسته بودند آنها را دزد بار بیاورند. بین اراذل و اوباش آن خانه کشیش پیر و مهربانی به نام پدر آندرو زندگی می‌کرد. پادشاه انگلستان پدر آندرو را از کلیسایش بیرون کرده و فقط حقوق بخور و نمیری برایش تعیین کرده بود. پدر آندرو هر روز بچه‌ها را به گوشه‌ای می‌برد و یواشکی به آنها راه و روش درست زندگی را یاد می‌داد و علاوه به تام هم کمی لاتین و خواندن و نوشتن یاد داده بود. وضع بقیه خانه‌های کندو مانند اوفالکورت نیز مثل خانه جان کاندی بود. عربده کشی و دعوا کار هر روز و هر شب آدم‌های آن محله بود. در آنجا سر و دست شکسته مثل گرسنگی چیزی عادی بود. تام کوچک با اینکه زندگی سختی داشت، اما چون همه بچه‌های اوفالکورت مثل او زندگی می‌کردند، فکر می‌کرد که زندگیش راحت و خوب است. اما شبها وقتی تام دست خالی به خانه می‌رفت، اول پدرش و بعد مادر بزرگش او را کتک می‌زدند. نیمه شبها مادرش از شکم خود میزد و یواشکی تکه نانی به او میرساند و اغلب هم به خاطر این کار از شوهرش کتک میخورد. تابستانها چون گداها را سخت مجازات میکردند، تام فقط به اندازه‌ای که گرسنه نماند گدایی میکرد و بیشتر به قصه های پریان و غول‌ها و پادشاهان که پدر آندرو تعریف میکرد گوش میداد. تام شب و روز آرزو میکرد که یک بار هم که شده با چشم خود شاهزاده واقعی را ببیند. حالا بیشتر کتاب‌های قدیمی پدر آندرو را می‌خواند و چیزهایی از او می‌پرسید. در اثر مطالعه کتاب‌ها و افکاری که داشت کم کم رفتارش تغییر کرد. آدم‌های خیالیش چنان باشکوه بودند که از سر و وضع کثیف خودش غمگین می‌شد و آرزو می‌کرد که تر و تمیزتر باشد. با اینکه هنوز هم بین گلها بازی میکرد، کم کم از شستن خود در رودخانه تایمز لذت میبرد. حتی بی اختیار سعی میکرد ادای شاهزاده ها را درآورد و از طرز حرف زدن و رفتار آنها تقلید کند. کم کم نفوذ او بین بچه‌های محل بیشتر شد. بچه‌ها احترام بیشتری به او میگذاشتند و او را بالاتر از خود میدانستند. انگار او خیلی سرش میشد. حتی بزرگترها هم دیگر مشکلاتشان را پیش تام می آوردند و از او راه حل می خواستند و از راهنمایی‌های سنجیده او حیرت می کردند. تام دیگر برای همه غیر از خانواده‌اش قهرمان شده بود. بعد از مدتی تام برای خودش درباری راه انداخت. او شاهزاده بود و دوستان بسیار نزدیکش لردها، درباریان، خانواده سلطنتی، ندیمه‌ها و نگهبانان قصر بودند. او هر روز در شورای سلطنتی خیالی به بحث درباره مسائل بزرگ مملکتی می‌پرداخت و اوامر خیالی صادر می‌کرد. فصل 3. دیدار تام با شاهزاده. صبح یکی از روزهای ژانویه، تام پس از پرسه زدن‌های زیاد ناگهان به تمپل بار که دورترین منطقه از خانه‌شان بود رسید. از دروازه لندن نیز گذشت و در امتداد خیابان استند پیش رفت. سپس پرسه زنان از جاده زیبا و خلوت به طرف قصر زیبای وست منستر رفت. کمی بعد در حالی که با خوشحالی و تعجب به ساختمان و برج و باروهای عظیم و با شکوه و میله‌های قصر خیره شده بود، نمی‌دانست که آیا بالاخره آرزویش برآورده می‌شود یا نه. اینجا قصر واقعی پادشاه بود. آیا دیدن شاهزاده‌ای واقعی امید بیجایی بود؟ چند قدم آن طرفتر از قصر مردم زیادی از شهر و روستا ایستاده بودند تا اگر بخت یاری کرد بتوانند یکی از اعضای خانواده سلطنتی را ببینند. کالسکه‌های مجلل می آمدند و می رفتند.
تام بینوا داشت با لباسهای پاره و پوره و با ترس و کمرویی از جلوی نگهبانان رد میشد که ناگهان از پشت میله‌های طلایی چشمش به پسرکی جذاب افتاد. پسرک لباسهایی از حریر و اطلس زیبا به تن و چکمه‌هایی ظریف با پاشنه‌های قرمز به پا و کلاهی ارغوانی و خوشرنگ که پرهای آن با گوهرهایی درخشان به کلاهش نصب شده بود بر سر داشت. تام فکر کرد یک شاهزاده واقعی و زنده. آری، بالاخره دعای پسرک گدا مستجاب شده بود. قلب تام از هیجان تندتر میزد، ولی چون دلش میخواست به شاهزاده نزدیک شود و او را سیر نگاه کند، بی اختیار صورتش را به میله های طلایی قصر چسباند. اما یکی از نگهبانها با خشونت او را گرفت و میان جمعیت پرت کرد. مردم خندیدند و تام را مسخره کردند، اما شاهزاده جوان در حالی که صورتش از عصبانیت سرخ شده بود به طرف در بزرگ قصر دوید و داد زد: چطور جرأت می‌کنید با پسرکی فقیر اینطور رفتار کنید؟ درها را باز کنید و بگذارید داخل شود. نگهبانها با احترامات نظامی درهای قصر را باز کردند و شاهزاده بینوا وارد قصر شد و پیش شاهزاده دولتمند رفت. شاهزاده ادوارد تئودور گفت: انگار خسته و گرسنه‌ای، با من بیا. چند تن از ملازمان جلو پریدند تا نگذارند تام با شاهزاده برود، اما شاهزاده اشاره کرد و آنها سر جایشان میخکوب شدند. ادوارد تام را به قسمت باشکوهی از قصر برد و دستور داد غذای شاهانه که تام هرگز در عمرش ندیده بود و فقط در کتاب‌ها خوانده بود بیاورد. سپس برای اینکه تام راحت غذا بخورد خدمتکاران را مرخص کرد. بعد کنار او نشست و اسم و نشانی خانه و وضع زندگی او را پرسید. اما شاهزاده ادوارد اسم محله اوفالکورت را نشنیده بود. وقتی تام گفت که هر روز از مادر بزرگش کتک می‌خورد، شاهزاده عصبانی شد و گفت: کتک می‌زند؟ آن هم به بچه کوچک و نحیفی مثل تو؟ قبل از اینکه شب برسد باید در برج لندن زندانی شود. اما قربان، برج لندن زندان اشراف است. درست است، به این فکر نکرده بودم. تام گفت: پدرم هم هر شب کتکم میزند، اما مادرم با من مهربان است. 2 خواهر هم دارم، بت و نان، که 15 سالشان است. خواهر من هم شاهدخت الیزابت 14 سال دارد و دختر عمویم شاهدخت جین گری هم سن من است. آیا چون خندیدن روح خدمتکارها را فاسد می‌کند، خواهران تو هم اجازه نمی‌دهند خدمتکارهایشان بخندند؟ تام گفت: خدمتکار؟ فکر می‌کنید آنها خدمتکار دارند؟ شاهزاده ادوارد گفت: پس چه کسی لباسهای آنها را از تنشان در می‌آورد و صبح تنشان می‌کند؟ هیچ کس، مگر آنها باید لباسشان درآورند و مثل حیوانها لخت بخوابند. ادوارد گفت: لباس؟ مگر آنها فقط یک دست لباس دارند؟ خب برای چی 2 تا داشته باشند؟ 2 تا بدن که ندارند. تو خیلی خوب صحبت میکنی. درس خوانده‌ای؟ نمیدانم قربان، اما پدر آندرو لطف کرده و از روی کتابهایش به من درس داده است. ادوارد پرسید: زبان لاتین میدانی؟ شاید کمی بدانم قربان. سعی کن بیاموزی. البته ابتدا سخت است. از محلتان اوفالکورت بگو. در آنجا به شما خوش میگذرد؟ بله، مگر وقتی گرسنه باشیم. آنجا خیمه شب بازی و میمون بازی نمایش میدهند. گاهی هم ما بچه‌ها با چماق به جان هم میافتیم. گاهی هم مسابقه 2 میدهیم. تابستان‌ها هم قربان در آبراها و رودخانه‌ها آبتنی میکنیم. ادوارد گفت: واقعا میارزد که یک بار هم که شده تاج و تخت پادشاهی را رها کنم و از این بازی‌ها لذت ببرم. تام گفت: اطراف میپل در چیپساید هم در ساحل گلبازی میکنیم. دیگر طاقت شنیدنش را ندارم. چقدر عالی! کاش میتوانستم یک بار هم که شده لباسهای تو را بپوشم و گلبازی کنم. تام گفت: قربانت گردم، ای کاش من هم میتوانستم فقط یک بار لباسهای شما را به تن کنم. دوست داری لباسهای من را بپوشی؟ خیلی خوب، پس بیا لباسهایمان را با هم عوض کنیم. چند دقیقه هر دو خوشحال میشویم و دیگر حسرت آنها را نمیخوریم. بعد قبل از اینکه کسی مزاحم شود دوباره لباسهای خودمان را میپوشیم. چند دقیقه بعد وقتی ادوارد و تام کنار یکدیگر ایستادند
و خود را در آینه قدی دیدن از اینکه شکل و قیافه هایشان کاملا شبیه به هم بود تعجب کردند. ادوارد گفت حال که لباس تو را پوشیدم انگار رفتار خشونت‌آمیز نگهبان را با تو بهتر احساس می‌کنم. مگر دستت کبود نشده؟ تام گفت بله، اما چیز مهمی نیست قربان. ادوارد پای برهنه‌اش را بر زمین کوبید و داد زد. اما عمل شرم‌آور و ظالمانه‌ای بود. اگر شاه از جایت تکان نخورد تا من برگردم. این یک دستور است. و در یک لحظه چیزی را که اهمیت ملی داشت از روی میز قاب زد و جایی گذاشت و سپس با لباسهای پاره و کهنه تام در حالی که صورتش از خشم گر گرفته بود و چشمانش برق میزد از قصر بیرون رفت. به محض اینکه به در قصر رسید میله های آهنی را تکان داد و فریاد زد در را باز کن. سربازی که با تام رفتار خشونت‌آمیزی داشت فوری اطاعت کرد و هنوز ادوارد بین دولت در بود که سرباز مشت محکمی به سرش زد و او را روی جاده پرت کرد و گفت بگیر گدای طول سگ، به خاطر اینکه باعث شدی والا حضرت از دستم ناراحت شود. مردم از خنده منفجر شدند. شاهزاده ادوارد از روی گلها بلند شد و داد زد اما من خود شاهزاده ورد هستم. سرباز با عصبانیت گفت گم شو دیوانه کثافت. جمعیت دور ادوارد حلقه زد و در حالی که او را به طرف جاده هل میداد مسخره کنان میگفت راه را برای والا حضرت باز کنید، راه را باز کنید. فصل 4. آغاز مشکلات شاهزاده. بعد از اینکه اوباش ساعتها شاهزاده را تعقیب و اذیت کردند، بالاخره ادوارد خسته و کوفته به محلی رسید که نمی‌شناخت. فقط می‌دانست داخل شهر لندن است. بی هدف شروع به پرسه زدن کرد. هرچه میرفت خانه‌ها و رهگذرها کمتر می‌شدند. پای خونالودش را در جوی آبی شست. چند لحظه استراحت کرد و دوباره به راه افتاد. به کلیسای عظیم گری فرایرز رسید که پدرش آن را از کشیش‌ها گرفته و خانه بچه‌های فقیر و بیخانمان کرده بود. فکر کرد آنها حتما با کمال میل به فرزند شاه خدمت خواهند کرد. وقتی بین پسرهای شیطان که مشغول دویدن و پریدن و بازی و جفتک چارکش بودند رفت، بچه‌ها دست از بازی کشیدند و دور شاهزاده جمع شدند. ادوارد با وقار خاصی گفت بچه‌ها به معلمتان بگویید شاهزاده ادوارد مایل هستند با ایشان صحبت کنند. با این حرف بین بچه‌ها همه افتاد و پسرکی پررو گفت تو پیک گدای والا حضرت هستی؟ شاهزاده از خشم سرخ شد. دست آماده‌اش به طرف غلاف رفت اما شمشیری نداشت. بچه‌ها قهقهه زدند و مسخره‌اش کردند. ادوارد لگدی به پسری که دم دستش بود زد. بچه‌ها نیز خشمگین شدند و بر سرش ریختند و او را کتک زدند و از کلیسا بیرون کردند. وقتی روز جایش را به شب میداد، شاهزاده آن سر شهر بود. بدنش کوفته و دستانش خونی و لباسهایش گلالود بود. در حالی که از ضعف و خستگی پاهایش را روی زمین می‌کشید، زمزمه کنان با خود گفت اگر قبل از اینکه از حال بروم اوفالکورت را پیدا کنم نجات پیدا خواهم کرد. چون پدر و مادر تام مرا به قصر خواهند برد و خواهند گفت که من شاهزاده واقعی هستم. ستارگان سوسوزنان پیدا شدند و باران شروع به باریدن کرد. شاهزاده ادوارد در کوچه‌های پیچ در پیچ و کثیف پیش می‌رفت که ناگهان مرد مستی یقه‌اش را گرفت و گفت دوباره تا این وقت شب بیرون بودی و چیزی نیاوردی خانه؟ این بار اگر استخوان‌هایت را خرد نکردم جان کانتی نیستم. ادوارد سعی کرد یقه‌اش را آزاد کند. گفت پس پدر او تو هستی؟ جان کانتی گفت پدر او؟ نمیفهمم چه میگویی. من پدرت هستم. ادوارد گفت فوری مرا پیش پدرم پادشاه ببرید تا پولی به شما بدهد که حتی در خواب هم ندیده باشید. من شاهزاده ورد هستم. جان کانتی سرش را تکان داد و زیر لب گفت پسر پاک خل شده. اما برای من فرقی نمی کند. بعد شاهزاده را که دیوانه‌وار دست و پا میزد و مقاومت میکرد کشان برد. فصل 5. تام با عنوانی اشرافی. بعد از رفتن شاهزاده تام کانتی از فرصت استفاده کرد و خود را خوب در آینه تماشا کرد. سپس مثل شاهزاده در اتاق قدم زد. بعد به تقلید از صحنه‌ای که قبلا دیده بود شمشیر زیبای شاهزاده را از غلاف بیرون کشید. سری خم کرد و آن را روی سینه گذاشت و با خنجر جواهر نشان که از بغل رانش آویزان بود بازی کرد.
سپس تزیینات زیبای اتاق را برانداز کرد و روی تک تک صندلی‌های مجلل نشست. نمی‌دانست آیا بچه‌های محلشان حرف‌های او را درباره آن قصر با شکوه باور خواهند کرد یا نه. اما نیم ساعت بعد وقتی شاهزاده برنگشت نگران و مضطرب شد. اگر کسی می‌آمد و او را با لباس شاهزاده می‌دید چه می‌شد؟ شاهزاده که نبود تا توضیح بدهد. آیا او را اعدام می‌کردند؟ تصمیم گرفت فرار کند و دنبال شاهزاده بگردد. در را باز کرد. 6 خدمتکار خوشلباس و 2 پیشخدمت جوان از جا پریدند و جلویش سر خم کردند. اما تام فوری قدم پس گذاشت و در را بست. گفت آه، آنها مرا مسخره می‌کنند. می‌روند و می‌گویند اصلاً چرا اینجا آمدم؟ بعد با ترس و لرز در اتاق قدم زد، اما به زودی در باز شد و پیشخدمتی گفت شاهدخت جنگری. در بسته شد و دختری جوان با لباسهای فاخر به طرف او آمد، اما ناگهان ایستاد و با نگرانی پرسید آه والا حضرت را چه شده است؟ تام منمن کنان گفت به من رحم کنید، من شاهزاده نیستم، من تام کانتی بدبخت هستم. محله من در اوفالکورت است. تو را خدا بگذارید شاهزاده را ببینم و لباسهای کهنه‌ام را پس بگیرم. دختر جوان وحشت کرد، داد زد آه والا حضرت، جلوی من زانو زدند، آه. بعد هراسان از اتاق بیرون رفت. تام فکر کرد دیگر امیدی نیست، الان میآیند و مرا میگیرند. به زودی در قصر زمزمه پیچید که شاهزاده دیوانه شده است. همه لردها و بانوان دربار در سالن‌ها و راهروها جمع شده بودند و زمزمه می‌کردند که ناگهان افسر بلندپایه آمد و اعلام کرد به نام اعلی حضرت هر کس به این خبر احمقانه و جعلی گوش دهد یا درباره آن صحبت کند یا آن را از قصر بیرون ببرد محکوم به مرگ خواهد شد. ناگهان زمزمه ها متوقف شد و بعد در راهروها همهمه پیچید که شاهزاده دارند میآیند. شاهزاده دارند میآیند. تام بینوا آهسته از برابر کسانی که سر خم کرده بودند میگذشت و سعی میکرد خودش نیز در جواب سری خم کند. در آن حال با شگفتی به اطرافش نگاه میکرد. در دو طرفش بزرگان دربار و در پشت سرش پزشک دربار و خدمتکاران بودند. کمی بعد تام پا به یکی از تالارهای باشکوه دربار گذاشت و در پشت سرش بسته شد. آنها که همراهیش کرده بودند اطرافش ایستاده بودند و جلوی روی او چند قدم آن طرفتر مرد تنومند و چاقی با صورت پت و پهن و گوشتالو و عبوس نشسته و به عقب تکه داده بود. موها و ریش‌های مرد فلفل نمکی، لباسهایش فاخر اما کهنه و بعضی از جاهایش کمی نخنما بود. مردی که از پاهایش راکبات کرده و باندپیچی شده بود روی نازبالش جلویش گذاشته بود. همه ساکت بودند و به احترام سر خم کرده بودند. مرد عبوس هنری هشتم پادشاه انگلستان بود. چهره عبوس هنری هشتم از هم باز شد و گفت حالت چطور است ولیعهد؟ شاهزاده ادوارد عزیز، میخواستی با پادشاه مهربانت پدرت کمی شوخی کنی نه؟ تام وقتی کلمات پادشاه مهربان را شنید رنگش پرید و فوری زانو زد و گفت شما شاهید؟ پس حتما کارم تمام است. شاه بختش زد. گفت افسوس، فکر میکردم شایعات صحت ندارد. بیا پیش پدرت، انگار حالت خوش نیست. تام را از جا بلند کردند. تام ترسان و لرزان پیش پادشاه رفت. پادشاه چهره مضطرب تام را بین دو کف دست گرفت و با مهربانی لختی به آن چشم دوخت. سپس سر مجعد او را به سینه فشرد و آن را نوازش کرد. بعد گفت قلب پدر پیرت را نشکن. فقط بگو پدرت را میشناسی؟ بگو میشناسی نمیشناسی؟ تام گفت آری، شما اعلی حضرت پادشاه و ولی نعمت من هستید؟ آفرین، درست است. آرام باش، نه کسی تو را اذیت نمی‌کند. همه اینجا دوستت دارند. اکنون حالت بهتر است. دیگر آن افکار پریشان از سرت پریده است. نه؟ و حالا دیگر خودت را هم میشناسی؟ تام گفت قربان، باور کنید راست میگویم. اعلی حضرت، من پست‌ترین رعیت شما هستم. من گدازاده‌ام و از بدبختی و به طور اتفاقی اینجا هستم. اگرچه تقصیر من نبود، من هنوز خیلی بچه هستم قربان. زود است بمیرم. شما با یک کلمه میتوانید جانم را نجات دهید؟
بمیری؟ نباید چنین سخنانی بر زبان بیاوری. شاهزاده عزیزم، آرام بگیر، تو نمیمیری. تام با خوشحالی زانو زد و فریاد زد: اعلیحضرتا، خدا اجرتان بدهد. سپس از جا پرید و رو به دو لرد حاضر به خدمت کرد و گفت: شنیدید؟ پادشاه گفت من نمیمیرم. هیچ کس از جا جم نخورد. همه به احترام سر خم کردند و چیزی نگفتند. تام رو به شاه کرد و گفت: اجازه هست بروم؟ بروی؟ البته که اجازه داری، اما چرا کمی درنگ نمی کنی؟ کجا می خواهی بروی؟ تام گفت: به همان لانه‌ای که در آن به دنیا آمدم و با بدبختی بزرگ شدم، پیش مادر و خواهرهایم. من به این شکوه و جلال عادت ندارم. خواهش می کنم بگذارید بروم قربان. شاه به فکر فرو رفت. رفته رفته نگرانی و ناراحتیش بیشتر می شد. گفت شاید از برخی جهات دیوانه شده و از جهات دیگر عقلش زائل نشده باشد. سپس به زبان لاتین از تام سوالاتی کرد و تام به طور دست و پا شکسته جواب او را به لاتین داد. هنری هشتم و پزشک و درباریان خوشحال شدند. شاه گفت این جواب با توانایی و تحصیلات او مطابقت نداشت، اما نشان میداد که عقل او به کلی زایل نشده بلکه بیمار شده است. پزشک دربار نیز تعظیم کرد و حرف شاه را تایید کرد. شاه قوت قلبی گرفت و دوباره به زبان فرانسه از تام چیزی پرسید. تام لحظه‌ای سکوت کرد، بعد با تردید گفت: قربان، من با این زبان آشنایی ندارم. شاه روی تخت پس افتاد. ملازمان دویدند تا کمکش کنند، اما شاه آنها را کنار زد و با همان لحن تند خطاب به درباریان گفت: پسرم دیوانه شده، اما نه برای همیشه. به خاطر تحصیل و انزوای زیاد است. کتاب و معلم را کنار بگذارید ورزش و تفریح کند تا سلامتش را باز یابد. دیوانه است، اما پسر من و وارث تاج و تخت انگلستان است. دیوانه عاقل باید سلطنت کند. هر کس حرفی درباره جنون او بزند علیه مصالح مملکت سخن گفته است و به دار آویخته خواهد شد. همین فردا او طبق رسوم و تشریفات باستانی به ولایت عهدی منصوب خواهد شد. لورد هرتفورد، فوری فرمانهای لازم را در این باره صادر کنید. یکی از بزرگان دربار جلوی تخت شاه زانو زد و گفت: اما اعلیحضرت، مستحضرند که ارتشبد بزرگ انگلستان در برج لندن زندانی هستند. شاه گفت: خاموش، گوش مرا به نام منفور او نیازارید. آیا چون مملکت ارتشبد بزرگ و بری از خیانت ندارد تا تشریفات را به جا آورد باید مراسم انتصاب ولایت عهدی اجرا نشود؟ مجلس مرا خبر کنید تا قبل از طلوع آفتاب حکم محکومیت نورتفولک را برایم بیاورد، وگرنه باید عواقب شدید آن را بپذیرد. لورد هرتفورد گفت: خواست پادشاه قانون است. کم کم خشم از چهره پادشاه محو شد و گفت: شاهزاده عزیزم، بیا مرا ببوس. اینجا را. از چه می‌ترسی؟ مگر من پدر عزیزت نیستم؟ تام گفت: وقتی فکر می‌کنم ارتشبد بزرگ باید بمیرد ناراحت می‌شوم. پسرم، این دوک نمی‌گذارد تو به عناوین خانوادگیت دست بیابی. حال با دایی‌ات هرتفورد برو و وقتی من دوباره حالم بهتر شد بیا. فصل 6. تام آموزش می‌بیند. تام را به اتاق مجللی هدایت کردند، اما دوست نداشت در برابر آن همه پیرمردان و نجبا بنشیند. از آنها خواهش کرد بنشینند، اما آنها فقط تعظیم کردند و زیر لب تشکر کردند و همانطور ایستادند. تام می‌خواست اصرار کند، اما دایی‌اش لورد هرتفورد در گوشش گفت: قربان، لطفاً اصرار نفرمایید. آنها نباید در حضور شما بنشینند. سپس اعلام کرد که لورد سینت جان قصد دارد با شاهزاده دیدار کند. لورد سینت جان آمد و گفت: به فرمان پادشاه می‌خواهم مطلب محرمانه ای را به عرض برسانم قربان. می‌شود والا حضرت ملازمان را غیر از عالی جناب هرتفورد مرخص بفرمایند؟ تام نمی‌دانست چگونه ملازمان را مرخص کند. لورد هرتفورد در گوشش گفت که فقط اشاره دست کافی است. ملازمان رفتند و لورد سینت جان گفت: به فرمان پادشاه شاهزاده تا بهبودی کامل باید بیماری خود را پنهان کنند. منکر ولیعهدی انگلستان نشوند. رفتارشان شاهانه باشد. از مردم بی سر و پا سخن نگویند. سعی کنند چهره آشنایان را به خاطر آورند
و از دیدن کسی تعجب نکنند. به علاوه در موقع روبرو شدن با مشکلی با لرد هرتفورد و این بنده که به فرمان پادشاه همیشه حاضر به خدمتیم مشورت کنند. تام با لحنی تسلیم‌آمیز گفت: من فرمانبردار شاه هستم. لرد هرتفورد گفت: و اما حسب الامر پادشاه درباره درس و کتاب و مسائل جدی، شاهزاده از این پس می‌توانند اوقات خود را با تفریحات سبک بگذرانند تا مبادا با حالتی خسته در جشن شرکت جویند. خب زمان بیشتر از این به ما اجازه نمیده که من براتون بیشتر از این بخونم. امیدوارم که از نثر و روایت این داستان لذت برده باشید و خودتون کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.